زین والله خدمت تموم دستاندرکاران بادصفای صنعت موشکافی. عارضم به حضورتون که پاندول ولایت بعد از کوف کردن اولین جرعه جام زهر بعد جوری به چپ و راست میزنه و این وسط ترس از جوونای بامرامم همراه زهر تو خون سیدعلی میدوه. هر شبکه اهم از فیسبوک و غیر فیسبوک اگر چنانچه موارد مجرمانه در اون باشه و حالا چه توسط کارگروهی که مربوط به همین قضیه است یا احیانا مقامات ذی صلاح دیگری اگر موارد مجرمانه رو ببینند اقدام میکنند. بابا تو که از ترست با سگای فتا و متا مگه فیسبوک و غیر فیسبوک رو نبستی؟ با این همه فیلتر رو بگیر و ببند بازم چیه که رنگ فیست همیشه پریده؟ راستشو بگو این هارت و پورت کردنات از ترس چیه؟ الان هم از عوامل فتنه بخوان دوباره فضا رو متشنج بکنن و بخوان مطالبی را که برخلاف حقیقت هستش بیان بکنن و با مسائل خلاف تشویش اذهان عمومی بکنن و یا احیانا آب به آسیاب دشمن بریزن، طبیعی است باید مدعی العموم وارد بشه و دادستان باید وارد بشه و برخورد لازم رو با این قضیه داشته باشه. چه چی میگی هاپو؟ گذشت اون زمانی که گوش گاز میگرفتی، الان جام زهر دندونای نظامو کشیده و داره جیگر عظما و تهمونده مریداشو میسوزونه. فعلا عمامتو بچسب بشین تو نوبت بذار بعدی رو ببینی. توهین به امام، شعار علیه ولی فقیه، اتفاقاتی نیست که به این سادگی ها فراموش شود. این روزها تنها باید منتظر ماند و دید حوصله نظام در تحمل یاوه‌گویی های مرتبطین فتنه تا چه زمانی ادامه می‌یابد. تا زمانی که خوب زهر تو رگ و ریشه عظما خیس بخوره و مثل اون راحل کفن پاره با حوله اشکاشو پاک کنه. تازه این که توهین و شعاره، بیشترتر و بهترترش هم هست. بی خود نیست که احمقی مقدم کف کرده و هی هشدار میده. کشف 80% جرایم اینترنتی کشور. رئیس پلیس با اعلام این خبر به همه کلاهبردارای فضای مجازی هشدار داد که حواسشون باشه توان پلیس فتا بیشتر از سرعت جرایم سایبریه. احمدی مقدم به استفاده برخی مسئولان از شبکه‌های اجتماعی هم واکنش نشون داد. دیگه تق نظام ولایت در اومده. فیسبوک بازی ممجواد زخیم و شیخ فری و لایک بازی زیر عبای ولایت آخر عاقبتش همینه دیگه. هاپولی مقدم چخه بگیرش. اون چیزی که تا الان قانون معین کرده بحث فیلتر کردنه. فکر میکنم که این روشی هم که بعضی مسئولین شروع کردن آرام آرام خودشون از این خطوط عبور میکنن چیز خوبی نیست. در هر صورت حتی اگر ابعاد حقوقی مبهمی داشته باشه، همین که ما فیلتر میکنیم برای شهروندان، همه مسئولین باید رعایت کنن. بشین بابا شلقم، کجای کاری؟ زهر رو که عظما یه قلوب رفت بالا، فیلتر و میلترشو سرویس میکنه. صبر کن، فیلتر تو رو هم واسه چاق میکنن. دیگه گذشت اون پارس کردنای عظمانشون. زهر قزمید، زهر بی خود نیست که خواب و خوراک با عظما حروم شده و هر شب تو خواب شیهه میکشه. هر شب تو خواب میکشه بدجور عذاب خماره راه فرار نداره. سیدعلی هر شب تو خواب میکشه بدجور عذاب خماره راه فرار نداره. نگرون بزبی
شده فتیل پیچ آخه باخته بازی رو تو خونه خودش در به هیچ هرچی رشته یا تو فتواش می نوشته شده پنبه موتورش یا تا آن سوزونده و اتاقش شده پر دبه زدلی میگن ریخته توی نظام کرک و پره میریزن بسیجی و سپا یکی یکی از دور و بره رقصای داغ و شفاف با آقای موشکار با آقای موشکار